ایرانیایی است که توی این شهر هست. آدم‌هایی که عکساشون رو اینجا می‌بینید پیوند داره. اون آدم‌ها پیش شما رو خوشنشین‌ها می‌دونستن و شاید تا حدود زیادی هم حق داشتن. اونها اگر ما چیزی میگفتیم یا در جهت حمایت از اونها یا بازگویی مشکلاتشون صحبت‌های ما رو از سر سیری میگرفتن، تا حدی حق داشتن. وقتی این تصویرها رو میبینید، آزادی رو قدرش اینجا میدونید، دلتون رو بگذارید پای اون جوانهایی که تا نیمه شب حتی با قیمت کتک خوردن سر و پا شکستن و بیشتر از اونها مادرهای دل شکسته داشتن توی خونه به خیابون میرن برای اینکه برای اون مملکت، برای خودشون و برای ما آزادی تامین کنن. اگر اون مملکت آزاد شد، ما هم با رفاه به جایی برمیگردیم که اسمش ایرانه و میتونه یه بار دیگه توی این دنیا با افتخار سر بلند کنه. میتونه از اون حقارتی که به من و شما تحمیل شده نجات پیدا بکنه. اون قدمی که امروز شما برداشتید یه قدم کوچکه در راهی که میلیون ها نفر همین الان که ما اینجا هستیم در شهر ایران برداشتن با صدای بلند. اونها سینه‌شون رو سپر گلوله کردن، ما فقط صدامون صدای شعاره. این فشار رو کم نکنید. حضور شما حمایت از اون جماعت در دورانی که ارتباط اهمیت داره. حضور شما رو دوربین‌های تلویزیون، خبرهای روزنامه آسان‌تر می‌بینن. انعکاس این خبرها به عنوان انعکاس نارضایتی از رژیمی که حالا به عنوان دولت کودتا معرفی میشه، انعکاس ناحقی دولتیه که دنیای خارج اگر شما نباشید حاضر با گفتگو با اونها هم هست، راضی به سازش با اونها هم هست. ما میتونیم جلو این اقدامات رو بگیریم. ما میتونیم به همسایه هامون بگیم رژیم حاکم بر ایران رژیم کودتایی است. دولت شما اگر با اونها وارد سازش و معامله شد، سازش با خیانت کرده و با ظلم. مردمی که با ما زندگی میکنن مردم آزادن و حداقل ارزش آزادی رو میدونن. قدمی که ما امروز برداشتیم قدم کوچکی است، ولی در جهت حمایت از اون مردمی که سینه‌شون رو سپر گلوله میکنن برای آزادی همه ما قدم با ارزشی است. انعکاس پیدا میکنه و برای اونها اهمیت پیدا میکنه. این برای ما یه انقلاب کوچکه، انقلاب برای اینکه ایران به خودش و به دست دخترها و پسراش برگرده. ما در این جهت مسئولیم و باید هزینه بدیم. تا قدم بر نداریم، تا هزینه نپردازیم، طعم پیروزی رو هیچ کس نمیتونه بچشه. نگران این نباشید که اگر به ایران رفتیم عکس ما رو خواهند گرفت. امیدوارم همه ما به ایرانی برگردیم که این عکس ها باعث افتخار باشه. این قدم اوله. این قدم اوله و فکر میکنم این حرکت ادامه داره و ادامه خواهد داشت انشاءالله تا پیروزی نهایی. بنابراین گوش به زنگ باشید، خبر به شما میرسه. از فردا حرکات منظمتر و سازمانی یافته‌تر انشاءالله پیش میگیریم و مرتب ایمیل رو چک و به دوستان و آشنایان خود دارم اطلاع بدید که چه خبری هست. حالا فعلا برای فردا میخوایم برنامه بذاریم. میشه جلوی بی بی سی گذاشت؟ نه جلوی بی بی سی آره یه آقا باید جلوی بی بی سی بذاریم. جلوی بی بی سی باشیم، از روزنامه‌های دیگه هم دعوت بکنیم، فرصت خوبی. فردا آیدید بعد از فردا بهتره. یعنی فردا بهتره.